به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، علاقه‌مندان به ورزش، به ویژه ورزش مهیج و پرطرفدار فوتبال. با سوت آقای پیام حیدری دیدار تیم‌های پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان ثانیه‌های پیش آغاز شد. ایوب العملود ارسال بلند به سمت چپ، اوسونورونوف صاحب توپ است. توپ در اختیار بازیکنان پرسپولیس. میلاد محمدی ارسال بلند به درون محوطه جریمه، یک دست توپ دور شد، باز هم پشت محوطه جریمه. موقعیت هست برای پرسپولیس. یک برگردون زیبا رو زدن اونجا بازیکنان پرسپولیس و توپ دور شد. نشون میده که یک بازی جذاب و تماشایی رو خدمت شما بینندگان عزیز و محترم گزارش خواهم کرد. به موقعیت هست برای فولاد خوزستان در محوطه جریمه. ببینیم تکلیف این توپ. ارسال بلند بلسیاری توپ رو با ضربه سر دور کرد. اورونوف ببینید تا کجا عقب اومده و تکل بلند بازیکن‌های فولاد درون محوطه جریمه. یک صحنه مشکوک ما اونجا شاهد بودیم. در نهایت خط دفاعی فولاد خوزستان توپ رو دور کردن. کنعانی زادگان ضربه سر رو زد اونجا. داور در سوت خودش دمی. ببینیم در نهایت چه تصمیمی رو خواهد گرفت. ملاحظه می‌فرمایید تصاویر اتاق وی آر رو و همچنین آقای پیام حیدری که اومده و ببینیم بالاخره موفق میشه که بازبینی تصاویر رو داشته باشه یا خیر. در نمای متعدد دیدید خطایی که مسعود ریگی مرتکب شد. ما که تصویری ندیدیم از خطای مسعود ریگی در مانیتور وی آر. ببینیم در نهایت تصمیم آقای پیام حیدری چه خواهد بود. تو به سمت راست میره. ایوب العملود ارسال بلند به درون محوطه جریمه. موقعیت برای پرسپولیس. در نمای آهسته ببینید عجب موقعیتی رو از دست دادن بازیکنان پرسپولیس. باز هم بازیکنان پرسپولیس صاحب توپ میشن. اوسونورونوف از سمت چپ موسی کولیبالی و مقابل خودش داره درون محوطه جریمه. موقعیت هست برای اوسونورونوف. چند نفر رو جا گذاشت ولی خب موفق نبود تو زدن ضربه آخر. ببینید شما در نمای آهسته اینجا از موسی کولیبالی عبور کرد و در نهایت یوسفوف بود که توپ رو دور کرد. سنگربان فولاد خوزستان و این هم اوسونورونوف اجازه نمیده توپ به بیرون بره. اوسونورونوف اشتباه کردن. موقعیت هست برای فولاد خوزستان و شوتی که میزنن و با نوک انگشتای گندوز توپ به کورنر میره. اولین خطر جدی فولاد خوزستان. نمای آهسته شوت زیبای احسان پهلوان رو با دست چپ به کورنر فرستاد الکسی گندوز. ارسال به درون محوطه جریمه. اوسونورونوف توپ رو دور کرد. باز هم بازیکنان فولاد پشت محوطه جریمه. ارسال به درون محوطه جریمه. ضربه سری که اونجا زد موسی کولیبالی. چقدر خطرناک توپ به بیرون رفت. حالا در سوت خودش دمید آقای پیام حیدری. عسکری ارسالی که انجام میده و چقدر خطرناک زد این شوت رو این چهره محمد عسکری. فرشاد احمدزاده موقعیت هست برای پرسپولیس. ببینیم تکلیف این توپ چه خواهد شد. وحید امیری ارسال به درون محوطه جریمه و ضربه سری که اونجا زد علی علیپور رو تو با اختلاف بیرون میره. اونجا کنترل کرد اوسونورونوف. باز هم بازیکنان پرسپولیس. موقعیت هست برای تیم پرسپولیس. ضربه‌ای که میزنن اونجا و در نهایت یوسفوف توپ رو مال خود کرد. ببینید شما در نمای آهسته شوتی که زد فنی با پای راست. به ساعت خودش هم نگاه میکنه آقای پیام حیدری. یک پاس تو در. موقعیت هست برای اوسونورونوف. موقعیت برای این تیم و پاسی که داد کسی از بازیکن‌های پرسپولیس حضور نداشت. چه پاسی رو داد اونجا اوسونورونوف. قدر موقعیت رو ندونستن بازیکنان پرسپولیس. وحید امیری منطقه بازی عوض شد. میلاد محمدی صاحب توپ هست. شوت سنگین میلاد محمدی. عکس‌العمل زیبای یوسفوف رو ما دیدیم. ببینید شما در نمای آهسته. توپ به دستش برخورد نکرد. 59مین دقیقه از این دیدار. آماده است این پرتاب رو انجام بده برای این تیم.
ارسال بلند به درون محوطه جریمه، ضربه سر اونجا زدن بازیکنان پرسپولیس و وارد 65مین دقیقه از این دیدار شدیم. پرتاب سریع انجام شد. آستون اورونوف، موقعیت هست برای پرسپولیس درون محوطه جریمه و توپی که درون دروازه قرار میگیره. گل اول پرسپولیس رو آستون اورونوف در 65مین دقیقه از این دیدار به ثمر میرسونه تا اینگونه خوشحالی کنن پرسپولیسی های حاضر در ورزشگاه. درون محوطه جریمه اومد و شوتی که با پای چپ زد و دروازه فولاد خوزستان باز شد. عرض کردم قطعاً بازی جذابتر و تماشایی تر دنبال خواهد شد. باید ببینیم در ادامه تفکرات یحیی گل محمدی در مقابل تکلی که تا این لحظه دریافت کرده چه خواهد بود. یک پاس زیبا، موقعیت هست برای بازیکنان فولاد درون محوطه جریمه. ببینیم تکلیف این توپ چه خواهد شد. احسان پهلوان ارسال بلند به درون محوطه جریمه، توپ دور شد. ارسال زیبایی رو انجام داد اونجا احسان پهلوان و کسی از بازیکنان فولاد نبود و این هم میلاد محمدی. کنانی زادگان اشتباه کردن، یک کس موقعیت هست برای فولاد و چیکار کرد اونجا امین قاسمی نژاد. اونجا پاسی که دادن اشتباه بود و در نهایت سرعت توپ خیلی زیاد بود و نتونست ضربه نهایی رو بزنه. پاس تند و تیزی که داد محمد خداوند لو عیسی کثیر درون محوطه جریمه، موقعیت هست برای عیسی کثیر و توپی که درون دروازه قرار میگیره. گل دوم پرسپولیس تهران هم در 82مین دقیقه از این دیدار به ثمر میرسه. پرسپولیس تهران 2 فولاد خوزستان 0. پاسی که داد اونجا عیسی کثیر با پای چپ، وحید امیری توپ رو درون دروازه فولاد جای داد. باز هم در نمایی زیباتر ببینید گل دوم پرسپولیس تهران رو. ارسال بلند درون محوطه جریمه، یک لحظه میرفتن خطرساز بشن بازیکنان فولاد خوزستان. ارسالی که انجام شد با پای راست فنی زد محمد جواد محمدی و ببینیم ضد حمله پرسپولیس رو شاهد خواهیم بود یا خیر. سریع هم اضافه میشن. یک پاس تو در، موقعیت هست برای وحید امیری که به موقع بیرون اومد. یوسفوف و نمای آهسته اینجا بود که یک پاس تو در رو دادن و خروج به موقع از یوسفوف کماکان بازیکنان پرسپولیس. خداوندلو با عقب کار میکنه، مسعود ریگی، ولسیانی و حالا با سوت آقای پیام حیدری دیدار تیم‌های پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان با نتیجه 2-0 به سود پرسپولیس پایان میرسه.